خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. راه به سوی مکتب عالی. راه به سوی مکتب عالی برای ما گشاده بود. خصوصا برای من که دیپلم اعلی داشتم، حقوق به امتحان به مکتب عالی داخل شدن تأمین بود. ما 3 نفر دوستان و رفیقان، من، نظرالله رستمزاده و عبدالرحیم، فاکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند را انتخاب نمودیم. می دانستیم که اینجا تعلیم به زبان ازبکی است، اما باور داشتیم که ما متخصصان زبان و ادبیات تاجیک خواهیم شد. برای 2 رفیق من سد راه سپردن امتحانات داخل شوی بود. برای من سد راه سن 14 من بود که ممکن است برای من به دانشگاه داخل شدن مانع شود، زیرا در آن سالها کمالات سال برای به دانشگاه داخل شدن خیلی اهمیت داشت. من حجتها را سپردم، لیکن تا کمیسه قبول بیم آن را داشتم که مبادا که مرا خرد گفته قبول نکنند. نه، خیریت چنین نشد. در آخر ماه اوگوست در کابینت رکتر کمیسه داخل شوندگان فاکولته فیلولوژی را برای صحبت دعوت کرد. خوب در خاطر دارم که کمیسه کارش را ساعتهای 5-6 بیگاه سر کرد. تا نوبت به من رسید که شب هم فرامد. به کابینت در آمدم. 5-6 نفر ازبکان و روس‌ها نشسته بودند. پررکتر اگر فراموش نکرده باشم، لازوریفسکی برابری در آمدنم جثه خرد و نحیفی مرا دیده آهسته خندید و سرش را خم کرده گویا خود را به نادانی زد. فقط گفت که آن پرینت بیز اگزامینف. در خاطر ندارم سوال دادند یا نه. گفتند که من به دانشگاه قبول شدم. از شرم و هیجان سرخ شده از کابینت برآمدم. باور نمی کردم اکنون استودنت مکتب عالی عضوی آوازداری سمرقند شدم. پدر و مادرم که چشم در راه من داشتند این خبر را شنیده خرسند شدند. در دانشگاه به یک شوق و هوس و احساس نوی دانش آموزی به خواندن شروع کردم. البته به محیط مکتب عالی عادت کردن لازم بود. روزهای اول من تماشاگه استودنتان کورس‌های بالایی بودم. پسر بچه مکتبی امروز در کورس 1 یونیورسیته می‌خواند. حتی 2-3 دوست دختری کلام که همانا از کورس‌های آخرین بودند روز پیش من آمده او какой хороший мальчик, как он поступил в университет گفتند که هم باعث شرم و هم سبب رنجش من شد. لیکن دیری نگذشته همه به دیدن من عادت کردند. من هم دیگر خود را دانشجوی کامل حقوق دانشگاه حس می کردم. از روزهای اول من لکسیه‌های رومانسف نام داتسنت را که از نظریه ادبیات درس می گفت خیلی با شوق گوش می کردم. فولکلور روس را یفیموف نام معلم با شوق و ذوق می خواند. درس‌های پروفسور مشهوری سمرقند عبدالرحمن سعدی، همان تاتاری روشنفکر که استاد عینی در بخارا در تشکیل مکتب اصول جدید از یاری و دستگیری وی بهره‌ور بود. از تاریخ ادبیات قدیم ترک یک جهان نوی دانش را روی ما گشاد. از روزهای اولین به درس زبان فرانسوی که استر بلوم نامزن موی سفیدی ستاره گرم تعلیم میداد شوق و محبت بی اندازه پیدا کردم. در بنای فاکولته فیلولوژی کتابخانه دانشگاه جایگیر بود. این کتابخانه خیلی بای بود که کتاب‌های پیش از انقلاب چاپ شده نشریه‌های مختلف روسیه و اروپا نگهداری می‌شد. بعد از چند مدت من جرأت کرده به این کتابخانه در آمدم و حجت خوانندگی را به دست آوردم. 2-3 زن سالخورده کتابخانه به من مهربانی کردند و چندین اثرهای شوق‌آوری برای سن کلانسال مکتبی نوشته شده نویسندگان روس و اروپایی را پیدا کردند. در اول کار این کتاب‌ها را گرفته به شوق تمام مطالعه کردم و به زبان روسی هم خوبتر آشنا شدم.
بعد از این به انتخاب اثرهای نویسندگان روس هم راه یافتم. مهمتر برای من آن بود که 2-3 کتاب راجع به تاریخ ادبیات فارسی را پیدا نمودم. کتاب اولین خیلی جالب به قلم برتلز تعلق و پرسیسکا پوئزیا و بخاریت 10 ویک نام داشت. هم مؤلف و هم مندرجه و موضوع کتاب برای من یک جهانی نوی را گشاد. کتاب را مختصر و بعضی ورقهای آن را مفصل به تاجیکی گردانده به دفتری خود ثبت نمودم. بعد از این کتاب ژوکوفسکی درباره انوری به دست آوردم. آن را نیز قریب مفصل به تاجیکی ترجمه کرده به دفتر خود درج ساختم. بعد از این به خواندن کتاب برتولد هیستوریا ایزوچینیا وستوکا و اروپا دست یافتم و از آن بعضی پاره ها را خوانده به تاجیکی گرداندم. این نوشته هایم امروز در دست من است و حالا که آن را از نظر می گذرانم یاد ندارم که آیا کی بود که مرا به خواندن و آموختن این کتاب ها هدایت کرده است. به نظرم شوق و هوس شخصی خودم بوده است. در دانشگاه من دانش و تجربه خود را در آموختن و از خود نمودن زبان روسی خیلی تکمیل دادم. در این کار نقش معلم زبان روسی ما ولاشین خیلی کلان بود. بعد از ارلاف این استاد دومین بود که ما را به خزینه و گنجینه زبان روسی راه بلدی کرد. این مرد تعلیمگری دانا اولا درست و بی خطا نوشتن متن‌های روسی را یاد داد و شخصا مرا به خواندن اثرهای بدیعی روسی ترغیب و راهنمایی نمود. نتیجه تعلیمی همین معلم بود که من در آخر کورس یکم در سمیناری درس نظریه ادبیات راجع به تحلیل زمین کارم شده شالخوف به زبان روسی معروضه شاگردانه هم کردم. در دانشگاه میل و خواهش شعر نوشتن کمتر بود. پس از آن که به خواندن کتاب‌های شعر و ادب به الفبای عربی دست یافتم، بعد از آن که به خواندن آثار شرق‌شناسان روس در تحقیق ادبیات فارسی راه گشاده شد، شوق و هوس آموختن تاریخ ادبیات و تاریخ گذشته همان قدر زیادتر می شد. نه تنها شوق و هوس، بلکه در دل و روح افتخاری به گذشته درخشان و پرشکوه همان پدیدار می گردید. رواق و مناره ها، کنگر و گنبدهای امارتهای دوران گذشته که هر روز از کودکی از نزد آنها می گذشتم، اکنون به نظر چنان می نمودند که در آنها اسرار و رازهای نهفته است که نه هر کس به فهمیدن و دیدن آن قابل است. خیالهای آرزومندانه می کردم که تحصیل دانشگاه را تمام می کنم، بعد با آموختن همین آثار زمانهای گذشته سمرقند مشغول خواهم شد. کتابها خواهم نوشت. با تحریک قوه در آغاز کار از گذشته پر افتخاری خودمان، از آن که ما کیها بودیم و چیها کردیم، 2-3 مقالچه نوشتم. این مقالچه ها را به خواهرم همایون خان و دادرم مهدی خان خوانده می دادم. خواهرم که آن وقت دانشجوی کورس دومی فاکولته بیولوژی دانشگاه بود، مرا گوش می کرد و احسنت می گفت. من هم با غرور بچگانه می گفتم اگر کلان شوم اوزگو را تمام کنم، می بینی این خیلی مقاله نه چند کتاب می نویسم. با همین پرواز آرزوها، با همین اشتیاق و محبتی خواندن و مطالعه های متصل، دوره اول تحصیل مکتب عالی را به پایان رسانیدیم. هنوز از خستگی های امتحانات به خود نیامده، هنوز نقشه های تعطیل را نکشیده، هنوز از شادی و سروری ختم دوره اول تحصیل پربرکت و پربار دانشگاه لذت کافی نچشیده بودیم که خبر شومی حمله فاشیستان به خاک شوروی ما را مبهوت کرد. 22 ایون روزی استراحت بود. همه در خانه بودیم. بیگاه تیاری خوراک شام را می دیدیم. من به ایوانی نزد خانه خواب برآمده رادیوی دیواری را بلند کردم به امید آنکه شاید از تاشکند کنسرت شنویم و در همین ثانیه
دیکتاتوری مسکو خبری حمله اردوی فاشیستان را به خاک شوروی اعلام کرد. بعد برآمد مولوتوف را پخش کردند. صفت شنوانیدن‌های رادیو در آن سالها خیلی بد بود. هم آواز دیکتاتور و هم نطق مولوتوف را درست نشنیدیم. همینش انیق بود که در سرحدهای دورادوری مملکت شوروی جنگ سر شده است. خبری سر شدن جنگ نهایت ناخوش بود. اما این خبر در آن لحظه در دل ما چندان بیم و خطری برنانگیخت، زیرا از تشویق و تبلیغاتی که سران دولت و مخصوصاً داهی ما استالین به مردم مملکت تلقین می نمودند، در مقابل قدرت و توانایی SSSR و قوه های مسلح آن هیچ دولت ایستادگری کرده نمی تواند و چنین مملکت مثل گرمانیا به خاک شوروی قدم نگذاشته در سرحد خودش مغلوب و تارومار خواهد شد. لیکن صد افسوس که چنین نشد. معلوم شد که عسکران سرخ به هجوم دشمن تاب نیاورده عقب نشینی می کنند. قسم زیاد خاک شوروی در مدت کوتاه زیر تصرف نیمیزها گذشت. 1 ماه 2 ماه سپری گشت. شدت جنگ تا رفت زیادتر می گشت و حالت پرخطری مملکت در سمرقند هم احساس می شد. خصوصا به سمرقند فوج آمدن گریزگان از پولش و اوکراین بیم و هراس جنگ را در جاهای ما پرشدت تر می کرد. در چنین وضعیت به تحصیل کورس دوم شروع کردیم. از آغاز سال خانیش 1 ماه نگذشته اعلان کردند که دانشگاه سمرقند بسته می شود و به تاشکند می کوچد. تمام دانشجویان می توانند آزاد به تاشکند گذرند. آنهایی که نمی خواهند یا نمی توانند به تاشکند روند اختیار دارند حجتهای خود را از دانشگاه بازگیرند. روزهای خیلی دشواری نومیدی و واماندگی بود. از یک طرف لشکری فاشیست با سرعت قسم زیادی خاک شوروی را ضبط نموده به طرف مسکو حرکت می کرد. بیم و خوفی به دل راه می یافت که مبادا پای لشکری فاشیستان به سرزمین ما رسد. از طرف دیگر قطع گردیدن تحصیل دانشگاه همه امید و آرزوها را برباد داد. من و چند رفیقانم امکانیتی به تاشکند رفتن نداشتیم. زمان قحطی بود. راهی تاشکند و ادامه تحصیل در آنجا برای ما بسته شد. در سمرقند هم آینده تاریک بود. جای خواندن و شرایط کاری کرده زندگی را تأمین نمودن به چشم نمی رسید. من خودم را در صحرای بی اول و بی آخر تنها و بی کس حس می کردم. امید و آرزوهای شیرین به تندباد صحرای مخوف ناپدید گشته بود. زندگی مردم وزنین‌تر و بی‌نوایان‌تر می گشت. خصوصا شرایط زندگی معلمان مشکل‌های زیاد داشت. پدرم در آموزشگاه درس می گفت. ماهانه‌اش به تأمین روزگار نمی رسید. خواهرم که تحصیل دانشگاه قطع کردید و معلمی مکتب در آمده کمی به عائله مدد می رسانید. دادرم مهدی خان در آموزشگاه می خواند و بعد از تحصیل گاو و گوسفندمان را که برای تأمین روزگار مددی بود به اطراف شهر برآورده می پایید. مادرم با خواهرم مهوش خان کله پوش دوخته می فروختند و به پول آن قوت لایموتی می آوردند. در عائله تنها من بودم که برای پول یافتن هنر نداشتم و روزی دراز به کتابخوانی و نوشتن می گذرانیدم. یأس و نومیدی، روح افتادگی و بیدرمانی نهایت اذیت می داد. درد دل را به کسی گفته نمی توانستم بجز آن که در دفتر خاطرات این حالت خود را با حزن و اندوه بنویسم. نهایت پدر برای من به واسطه شاگردشان مدیر معارف ریان سیاب مردانخل ازاقف در مکتب کاری معلمی پیدا کرد. اما این کار به من معقول نبود. برای معلمی هم جسم و هم سنم خرد بود و از این سبب مرا تنها به تعلیم صنف یکم مأمور کردند. شاگردان صنف‌های بالا قریب با من برابر بودند و از این سبب
به من لقب معلم چرا داده بودند. شاید آنها به آهنگ شوخی می گفتند، ولی به گوشم چون تحقیر می رسید. به معلمی دل و بیدلان رفته می آمدم. در دل آرزوی یگانه دوام دادن تحصیل بود. نهایت قرار دادم که به کورس‌های شبانه انستیتوت پداگوژی داخل شوم. کورس‌های ازبکی نبودند. به کورس روسی داخل شدم. هفته 4 مراتبه به خواندن می رفتم. در کورس‌ها آدم کم و فقط زنها بودند. معلم‌ها نیز نمی رسیدند. در کورس ما از تاریخ ادبیات عصرهای میانه اروپای غربی و ادبیات عصر 19 روس لکسه می خواندند. درس‌های پرمضمون سایفر نام معلم از تاریخ ادبیات عصرهای میانه اروپای غربی نهایت جالب بود. این مرد خوش صورت در سالهای 50 در دانشگاه تاجیکستان تدریس می‌کرد. جنگ همچنان دوام داشت. زندگی برای معلمان تا رفت دشوارتر می‌شد. خصوصاً اولی سال 1942 قحطی و گرسنگی سخت بود. بسیار معلمان به مکتب‌های باغات و دیه و قشلاق‌های دوردست روی آوردند. در آنجاها به معلمان برای کشت زمین می‌دادند و در وقت‌های حاصل غنداری از انبار کلخاز محصولات جدا می‌کردند. در 4-5 کیلومتر جنوبتری سمرقند باغات دشتکی بالا یا آق مسجد واقع گشته و آنجا مکتبی نامدار رقم 21 وجود داشت. دیرکتور مکتب ختم کرده آموزشگاه تاجیکی سمرقند عباس خان اکرموف بود. این شخص به خاطر قدرشناسی پدری من و باز چند سابق معلمان خود را به مکتب دعوت کرد با وعده آن که به آنها زمین کشت جدا کرده از انبار کلخاز با محصولات کشاورزی مددکاری می کنند. پدر از تیر ماه سال 1942 به معلمی مکتبی دشتکی بالا شروع کرد. هر روز مسافه 5 کیلومتر را پای پیاده 2 بار هم به مکتب و هم از مکتب طی می کرد. در روزهای زمستان اگر برف و سرما شدت گیرد در مکتب در خانه می خوابیدند. در دشتکی بالا کلخازی مشهور به نام لنین بیراقی بیرق لنین نام داشت و در چند سال اخیر رئیس کلخاز عبدالفتاح عبداللایف بود. این مرد در سالهای نب در تجارت و مالیات سمرقند در مقام راهبری بود و با بسیار معلمان شهر از جمله با پدری من هم رفیق و دوست بوده است و از نزد قورغان باغ خود برای پدرم زمین کشت جدا کرد تا که فرزندان و اهل عائله‌اش به کشت زمین ما نظارت کنند و در آبداری و آبیاری کمک رسانند. بهار سال 1943 ما کرتاشکشی ناندیم. پدر که در جوانی به باغداری و کشتکار مشغول بود، جویه‌کشی، تیشه و کلندکنی نهال کرتاشکه را خودش انجام داد و من و دادرم به آن کس یاری می دادیم. کرتاشکه و پمیدار حاصل خوب داد. قسمی از کرتاشکه را فروختیم، قسم دیگر را برای روزگار صرف کردیم. تیر ماه هم از کرتاشکه و سبزی حاصل خوب برداشتیم. از زمین کلخاز برای هیزم زمستان یک بید کلان دادند. ما 3 کس یک بیگاه تا نیمی شب بید را افتانده، بریده، هیزم کرده با خررابه به شهر بردیم. خلاص این زمستان خانه ها گرم، شکم ها سیر و دماغ ها چاق بود. تیر ماه سال 1943 من به مکتب ده رجب امین، همان مکتبی که عبدالقادر شکوری پیش از انقلاب به طرز نو بنا کرده اصول جدید تعلیم را جاری نموده بود، چون معلم زبان و ادبیات به کار درآمدم. اکنون کلانتر شده کسب معلمی را هم یاد گرفته بودم. غیر از معاش هر ماه کلخاز علی قدر حال به ما با خوراکواری و محصولات صحرا یاری می رسانید. و معلمان مکتب از جمله به من هم برای کشت زمین جدا کردند و ما جواری مکه کاریدیم. هر روز به سری زمین آمدن و سبزیدن و قد کشیدن تنه های جواری را تماشا کردن لذتی داشت.
تابستان وقتی که جواری ها کلان شده نشانه های اولین حاصل به چشم نمودار گشت، به زمین آب دادن لازم بود. من و یک رفیق دوره آموزشگاه هم به نام قادر سلاموف، معلم همین مکتب، شبانه ها پیاده به آبیاری می رفتیم تا از سرگه جوی کلان کشادن آب تاریکی می فرامد. در تاریکی شب با شلدراس گوشنواز به جویه های جواری روان شدن آب به جسم و روحی کس آرامی و آسایشی راحت افزا عطا می کرد. در سر کشتزار نشسته دسترخوان را می کشادیم و هرچی از شهر آورده بودیم به اشتهای صاف تناول می کردیم. بعضا در این ساعتها یک جوان سودا زده که روزانه ها در همین اطراف می دیدیم کلند در کتف، پا برهنه، با کرته ایزاری سفید نزد ما می آمد. جوانی نهایت خوش صورتی بود، با چشمانی محزون و خمار. دقیقه ها خاموش می نشست. در دلگاه بیمی پیدا می شد که مبادا جنونی وی بالا گیرد و با کلندش سری ما دود. در این شبی تاریک چی می توانیم کرد؟ شبانه آبداری کردن نقص، می گفت وی. کسی به تو کاردار نیست، همه در خواب. روزانه ها بچه ها مرا تنگ می کنند، به سرم سنگ و کلوخ می ریزند. بچه های شوم. شبی آمد که ما خوراک می خوریم و چای نداریم. خاموش از نزد ما دور شد و بعد نیم ساعت در چایجوش آبی گرم و 2 پیاله سفال آورد. قرغان ما نزدیک، هرچی به شمایان لازم شود گویتان می بیارم. به این جوانی سودایی نگاه می کردم و قیس مجنون به یادم می آمد. خیال می کردم شاید عشق ناکامی او را به این سودا آورده باشد. در سالهای جنگ آرزو و امیدهایی با علم مشغول شدن، جستجوی نمودن کتابهای تاریخ گذشته امان قریب از سر دور شد. با وجود همین چند کتابی از سوختار سال 37 گزن نادیده به دست آمد. یک جلدی اثری عالم ترک اسماعیل حکمت را در تاریخ ادبیات قرن 19 ترک عثمانی خوانده برآمدم. ایجادیات نامق کمال و ضیا پاشا تأثیرات عمیق گذاشت. از کتاب فریدون کوچرلو آذربایجان ادبیات تاریخی باب‌های راجع به نظامی و خاقانی را مطالعه کردم. در وقت تعطیل تابستان سالهای 1942-43 بعضا به زیارت گوری میر می رفتم. آنجا از خویشاوندان ما نیازخان عمک پاسبان مقبره بود. برابر پاسبانی گاه به سیاحانی که به تماشای مقبره می آمدند از تاریخ تیمور و بنای مقبره نقل می کرد. نیازخان عمک پسری عمو بزرگ من قاضی ابوالحی خواجه بود. چند وقت در مدرسه تحصیل نموده اما به نتیجه موفق نشده بود. خط خوبی نستعلیق داشت. کتاب‌های تاریخ را بسیار می‌خواند. برای خود و طلبگاران از کتاب‌ها نسخه می‌برداشت. همسرش چند سال پیش فوتیده، یک پسر از وی مانده و آن هم به جنگ رفته هلاک گردید. نیازخان عمک حولی درستی میراثی نداشت. بعد از فوت زنش به پاسبانی مدرسه و بناهای تاریخی گذشته در همین جاها اقامت می کرد. روزهای تابستان به گوری میر می رفتم. جایی سرقین و خوش هوا بود. نیازخان عمک شوقی مرا به تاریخ و کتابهای تاریخی دیده از زمانهای قدیمی سمرقند نقلهای جالب می کرد. گاه دستنویسی به دست درآورد آن را خوانده شرح و ایضاح می داد. باری دستنویسی فرسوده ای را نشان داده گفت که این تزوک تیمور است و آن را خود امیر تیمور از سرگذشت و جنگ و یوریش‌هایش تألیف کرده است. همان روز چند صفحه کتاب را خواند. روزی دیگر دفتر کنسپکت ها را آورده خواهش نمودم که تزوک تیمور را خواند و من به خط خودم نویسم. همان روز 2-3 صحیفه نوشتم. دیدم که کار دشوار است. خواهش نمودم دستنویس را چند روز به اختیار من واگذارد تا آن را به دفترم گذرانم. دستنویس تزوک تیمور به اول و آخر بود. با وجود همین
این دستنویس را به دفترم به خط عربی نوآموخته‌ام نوشته گرفتم. نوشته هایم در دفتر کنسپکت های کتاب برتلز و کتاب ژوکوفسکی درباره انوری حالا در دست است. در اول تابستان سال 1944 در چند روزنامه جمهوریوی اعلان برآمد که امسال در دانشگاه تاشکند فکلته شرق تشکیل می شود با شعبه های فارسی و عربی و ترکی و عثمانی. بعد از ختم تحصیل دانشجویان می توانند معلم زبانهای شرق شوند یا در ساحه علم کار کنند یا در رشته‌های دیپلماتی مأموریت داشته باشند. 2-3 سال بود که درباره آینده خود و ادامه دادن تحصیل در یگان دانشگاه فکر نمی کردم. آینده کسب و کار و مشغولیتم چندان روشن نبود. معلمی هیچگاه به این کار رغبت و شوق نداشتم. شعر و مقاله یا مخبری و روزنامه نگاری در سمرقند و خصوصا در سالهای جنگ برای مطبوعات و نشریه تاجیکی میدان تنگ بود. در 2 سال آخر رادیوی سمرقند برنامه‌های تاجیکی تشکیل نموده غیر از اخبار و اطلاعیه‌های رسمی، موسیقی تاجیکی و پارچه‌های ادبی از شعر و حکایه‌های نویسندگان تاجیک پخش می‌کرد. محرر و نطاق دائمی این برنامه از دوستان مکتبی من بود. با ترغیب وی چند بار از رادیو برآمد کرده بعضی پارچه‌های ادبی خود یا ادیبان دیگر را قرائت می‌کردم. مشغولیت‌های ادبی رادیو مرا به نوشتن شعری در موضوع عقبگاه جنگ ترغیب نمود. این شعری بود در شکل قصیده زیاده از 50 بیت درباره دختری دیهاتی که بعد از به فرانت رفتن نامزدی دوست داشته‌اش و جای وی سری رول تراکتور نشسته کارهای مردها را انجام می‌دهد. دوستم گفت که این شعر را باید از طریق رادیو بخوانم. لیکن پیش از این ما باید شعر را از نظر استاد عینی گذرانیم. گفتم که جرأت نمی کنم پیش استاد بزرگوار رفته شعر شاگردانه خود را بخوانم. دوستم گفت که من برای مشورت در موضوع برنامه‌های تاجیکی نزد استادگاه‌ها می‌روم و ایشان همیشه مرا خوب قبول می‌کنند. خلاص نزد استاد رفتیم. من شعرم را زیر عرق شرم و هیجان به استاد خوانده دادم. استاد خاموش با جدیت تمام شعر را تا آخر گوش کرد. گفت که از رادیو خواندن ممکن است. لیکن گفت آن کس شنونده ها گمان نمی کنند که این شعر را یک شخص جوان نوشته است. در آخر گفت که این شعر را به استالین آباد به اتفاق نویسندگان به نام رحیمی فرستم، زیرا آن کس راهنمای شاعران جوان است، شاید که به شما مشورتی دهد. من شعر را از طریق رادیو خواندم، بعد به استالین آباد فرستادم. حالا از این شعر نسخه در دست ندارم. چند سال پیش شخصی که در موزه خانه رحیمی کار میکرد گفت که شعر من در بین کاغذهای ارخیوی رحیمی نگهداری می شود. حوصله نکردم که رفته آن شعر را از نظر گذرانم. این بود شرح بعضی کارهای به اصطلاح ایجادی در سالهای دشوار جنگ. ولی این همه لحظه های تصادفی بودند که بر راه هدایت نمی کردند. در این سالها مثل مسافری گم شده کوچه های سرپیچ و سربسته شهر بودم که قدم می زدم و اما مقصد چیست؟ کجا باید رفت؟ و آخری راه در کجاست؟ نمی دانستم. اعلان روزنامه درباره گشاده شدن فکلته شرق گویا برقی بود که غیر چشم داشت بدرخشید و امید پیدا کردن راهی روشن و مستقیم را در دلم بیدار کرد. به اختیار عزم قطعی کردم که باید برای تحصیل به این دانشکده روم. راه درست، راه آینده من همین است. بعد از اندیشه های بسیار از این موضوع پیش پدر گپ گشادم. پدرم وضع ناهمواری مرا میدید، حس میکرد. بنابراین قصد مرا پسندید. البته به شهر دیگر رفته تحصیل کردن مشکل‌های مادی و اقتصادی داشت. معلوم بود که پدر به من مدد مادی هر ماه کرده نمیتواند. لیکن همانا دلش گواهی میداد که اگر به تاشکند به همین دانشکده با نفوذ روم
کارها گشایش خواهد یافت. در عائله امان تدریجاً همه به رفتن من به تاشکند همرأی می شدند. عزم مرا شنیده خاله بچه‌ام ندیم خان بهبودی خواهش نمود که او را نیز همراه به تاشکند گیرم. ندیم خان سومین پسری مسعود خان بهبودی، پسری کلانی محمود خواجه بهبودی بود. مسعود بهبودی با خاله من سعیده خان ازدواج کرده و به همین طریق ما به خاندان بهبودی ها خویشی پیدا کرده بودیم. قصه ازدواج مسعود خان به خاله پادشاهمان عجیب است. محمود خواجه بهبودی غیر از آن که در شهر کهنه در گذر یامینی حولی با شکوهی داشت، در شهر نوی روسی هم 2 حولی کلان بنا کرده بود. یکی برای اداره مجله آینه و قبول مهمانان رسمی و اروپایی، دیگری برای اقامت عائله خود. ما در کلانم آیه پادشاهم در شهری به اصطلاح عروس‌های کافیر زندگی کردن محمود خواجه و در مکتبی به اصطلاح عروسی خوانده تربیه گرفتن پسر ایشان مسعود خان را شنیده هیچ راضی نمی شود که دخترش را به شهری به اصطلاح عروس‌ها داده فرستد. فقط با تشویق و حتی تهدید برادرش عباس خان که شخص روشنفکری آن زمان بود، آیه پاشا دل و بیدلان به نکاح مسعود خان و دخترش راضی می شود. محمود خواجه بهبودی بعد از مسعود خان باز 2 پسر و 1 دختر داشت: مقصود خان، مطلوب خان، ثریا خان. بعد از مرگ فاجعه‌ای بهبودی در قرشی بچه‌ها بی‌پرستار میمانند. اهل عائله به حولی گذر یامینی میکوچند. مسعود خان در اداره های شهر به حیث ترجمان از روسی به تاجیکی ادای خدمت میکرد. در اولی سالهای 30 حولی یامینی را فروخته در گذر خواجه جان خواجه قسم کلان حولی آیه پاشا را خریداری نموده به همسایگی مادر عروسش میکوچد. دادری کلانی ایشان مقصود خان که جوان تحصیل دیده بود در 25 سالگی در اثر بیماری شش فوت می کند. برادر خردی مطلوب خان سالهای سال در ریانهای دوردست تاجیکستان به کسب معلمی مشغول شده از همینجا سال 1943 به جنگ می رود و در میدان حرب به هلاکت می رسد. مسعود خان تا سالهای 35 در نشریات دولتی تاجیکستان در سمرقند در اداره روزنامه و مجله های تاجیک خدمت می کند. بعد از این به استالین‌آباد آمده سالهای دراز به حیث ترجمان و ادیب در نشریات دولتی تاجیکستان کار می کند. در اولی سالهای 50 من سبب بد شدن صحتش به سمرقند آمده در همینجا در سن 54 سالگی سال 1953 از جهان چشم پوشید. از مسعود خان 4 پسر ماند: شوکت، مدحت، ندیم، نظیر که ما تا آخر یار و برادر و اکثر وقت همراه و همزیست بودیم. اینک ندیم خان پسر 4 مسعود خان عزم داخل شدن به فاکولته شرق دانشگاه تاشکند کرد. ما قرار دادیم که در اول ماه اوگوست به تاشکند سفر کرده حجتها را به کمیسیه قبول سپاریم و مسئله امتحانات داخل شوی را نیز معین نماییم. به تاشکند رفتنمان برای والدین ما چندان باعث تشویش و خواطر نبود، زیرا برادر کلانی ندیم خان شوکت خان در اداره آکروگ حربی ترکستان در شعبه رزویدکه در خدمت حربی بود. در اول همین تابستان شوکت خان به خواهرم همایون خان ازدواج کرده و در تدارک آن بود که زوجه‌اش را به تاشکند برد. یعنی ما و ندیم خان در تاشکند جای اقامت داشتیم و از این لحاظ خودمان هم تا اندازه آسوده بودیم. سال 1944 هنوز جنگ به آخر نرسیده و جدول آمد و رفت پایزدها خیلی بی‌نظام و خریدن بلیط هم نهایت دشوار بود. ما بلیط نداشتیم. پایزد تاشکند دیر کرده آمد. با ندیم خان از یک وگان به وگان دیگر دویده از کندکترها خواهش می‌کردیم که ما را به پول نقد تا تاشکند رسانند.
کسی از کندکترها به این راضی نمی شد. خوفی آن بود که پاییز به حرکت می درآید و ما از راه باز می مانیم. نهایت قرار دادیم که به پسی وگان گذشته به زینه پایه نشسته یک دوست تنسیت حی کنیم. شاید یگان کندکتر به حال ما رحم کرده به درون وگان راه دهد. ما به زینه پایه وگانی نشستیم. پاییز به حرکت درآمد. شب باده سرد می‌وزید و ما با لباس‌های تابستانه خنک خوردیم. به درون تنبور درآمدیم. هنوز به استانسی کوراپاتکینا نرسیده 2-3 میلیسیانر آمده از ما بلیت و حجت پرسید. بی بلیت به تاشکند روانه بودن ما را فهمیده امر کردند که همراه آنها به وگان یکم راه گیریم. وگان یکم قریب خالی بود و در تخت خوابها چند جوان و 2-3 مرد عبده پوش خوابیده بودند. تریزه های وگان پنجره های آهنین داشت. ما را حبس کردند ندیم خان. اکنون حالمان چی می شده باشد؟ با ترس و لرز گفتم من. با وجود ترس و لرز در خاموشی وگان و جای خوابی عمیق خواب برده است ما را. بعد از چند ساعت صدای میلیسیانرها ما را بیدار کرد. کنی یک قطار شده همه از وگان برآیید. امر داد یکی از میلیسه ها. همه بیرون آمدیم. در یک جا غون شدیم. بعد 4 میلیسه با تپانچه های بیغلاف در دست ما را احاطه کرده به راه درآوردند. من به طاق وکزل نگاه کردم که اینجا استانسی خواست بوده است. ما را به شهر به میلیسه خانه درآوردند. همه خاموش بالای خرک ها جای گرفته منتظر بودیم که دیگر چی خواهد شد. چند دقیقه گذشته بود که 2 نفر را به درون پیشی سردار درآوردند. بعد از چند خاموشی از درون صدای آمیرانه بلند شد. فکامیرو، یعنی به محبس. در دل باز بیمی پیدا شد. نخواد ما را هم به محبس فرستند. آخر نوبت من و ندیم خان رسید. سردار میلیسه حجت‌های ما را به دقت سنجیده برآمد. بعد گفت که برای بی بلیت به پاییز در آمدن فلان قدر جریمه دهید. جریمه را گرفته گفت که به شما جواب، لیکن دیگر به پاییز بی بلیت ندرآیید. ما به پیران آمدیم. بالای خرک ششته کمی خوراک خوردیم. از جدول حرکت پاییزها فهمیدیم که پاییز نوبتی به تاشکند بعد از 4 ساعت بامداد می آید. در کس بلیت نبود. پاییز آمد اما بلیت نداشتیم. یک کندکتر ازبک همانا به ما رحم کرده به مبلغ معین ما را به وگانش گرفت. بعد از 4 ساعت به تاشکند رسیدیم. از روی ادرس پیشکی خانه شوکت خان را یافته رفتیم. ما را خوب پذیرایی کرد. خیریت دانشگاه از جای اقامت وی از بازار علی دور نبوده است. بعد از 1-2 ساعت به دانشگاه رفتیم. دکان فاکولته نوبنیاد عبدالرحمن همرایف نام مرد خوش صورتی پروفسور نمای عینکدار سمرقندی بودن ما را فهمیده به تاجیکی گپ زد. معلوم شد که وی اصلا از بخارا بوده است. حجت‌های ما را قبول کرد. هر دو هم دیپلم اعلا داشتیم. گفت که ما به امتحان قبول به فاکولته داخل می شویم. بعد از 2 روز درباره به تحصیل فاکولته شرق قبول شدنمان حجت گرفته می توانیم و بعد در اولهای سپتامبر به خواندن آمدن ممکن است. به همین طریقه آخر سفرمان به خیر انجامید. کارمان آسان شد. خوش و خرسند 2-3 روز تاشکند را تماشا کرده به سمرقند بازگشتیم. اکنون تیاری و آمادگی زندگی غریبانه تاشکند را دیدن لازم بود. کاری ندیم خان سهل تر بود، زیرا وی در پناه برادری کلانیش بود. اما من باید زندگی مستقلانه خود را تشکیل دهم که هم قوت لایموت حاصل شود و هم تحصیل با موفقیت ادامه یابد. بعد از آمدن زود با مکتب رجب امین حسابی کردم. جواری های رسیده را غنداشته به حولی آوردم. قسمی را فروخته برای خرید لباس های زمستانی ذخیره کردم و قسمش را برای احتیاج عائله امان واگذاشتم. نهایت
آخر ماه اوگوست عازم تاشکند شدیم. خواهرم همایون خان همراه ما بود. مادرم و خاله پاشایم به گسیل ما برآمدند. پاییز نبود. در کسر بلیط هم نمی فروختند. در وокزال یک شب و یک روز خوابیده و باز بی بلیط به کمک یک کندکتری تاشکندی به پاییز سوار شدیم. راهمان راست به تاشکند بود.